حالا من نمیدونم چرا ولی من این همه واسهتون پول آوردم. پسره 2 روزه رفته بوده کار پرستاری، عکس گرفته گفته من دکترم. سلام بچه، خوش اومدین به قسمت دوم از کست سوئیسی. من سجادم. منم سعیدم. امروز اومدیم در مورد پول حرف بزنیم، پولای مختلف دنیا، بیشتر در مورد پولای سوئیسی و فرقشون مثلا با پولای ایران با بقیه کشورهای اروپا. مثالاش هم براتون آوردیم اینجا جلو میزه که بعداً دونه دونه براتون مثلا توضیح میدیم. اینجا این شکلیه، این کاغذش بهتره، مثلا در مورد تورم پولا بیشتر حرف میزنیم. یه فکتی که قسمت اول پادکست صحبت کردیم این شکلیه که مثلا من گفتم قوی ترین پول سوئیس هزاری سوئیس رو آوردیم امروز واسهتون که یه خورده ببینیم مثلا روش چی داره، چه شکلیه، رنگش چه شکلیه. حتی این شکلی میتونید ببینید. فکر کنم میبینن مشکل. این قوی ترین پول حال حاضر دنیاست. 1000 فرانکی سوئیس. 1000 فرانک سوئیس. الان به نظرم فرانک تقریبا یه 60 تومن 65 تومنی بیشتر بالا پایین. حالا خلاصه بعد اینکه ما مثلا اینا رو واسهتون آوردیم که مثلا بهتون نشون بدیم مثلا پولا چه شکلی ان. نمیخوایم بخوایم صحبت کنیم که بگیم مثلا این پول بهتره اون پول بهتره. این که فقط یه خورده بهتون نشون بدیم و یه خورده هم مثلا از این خرج و درآمدی که مثلا یکی بلند میشه میاد اروپا اینجا زندگی میکنه بعد به همه میگه مثلا من ماهی n تومن در میارم، بعد اینکه این وسط پول عوض میشه، این خودش کلی. یعنی مثلا اینکه مثلا به یه طرفی داخل ایران میگه من 300 میلیون در میارم، با اینکه 300 میلیون اینجا در بیاری اونقدر پول زیادی هم نیست. بعد اینکه آره یه خورده واسهتون مثلا از پولای رنگ و رنگ سوئیسی آوردیم. حالا من پولای کوچیکشو در اصل یادم رفته مثلا، ولی مثلا واسهتون هزاری آوردیم، واسهتون 200 فرانکی آوردیم. اینا هزاریان بنفشن. اینا واقعا مورد علاقه منم هستن. اینا خیلی خوشگلن، بنفشای خیلی زیبا. قوی ترین پول دنیاست دیگه. دو تاشون رو عکسش 2 تا دسته، یعنی مثلا دستایی که این شکلی به هم دیگه دست میدن، یعنی همدیگه رو کمک میکنن. یه جوری 200 این شکلیه، این یه خورده مثلا قهوه‌ای سبز داره روش. خلاصه رنگای خیلی باحالی اینجا کلا با هم دیگه ترکیب کردن. و اینا هم که 100 فرانکی. حالا من نمیدونم چرا ولی من این همه واسهتون پول آوردم. یعنی میتونستم از این پولا مثلا نه این همین دیگه می‌خواستم مثلا این شکلی نشه که من پول زیاد آوردم، ولی خب مثلا این 100 فرانکی هم خیلی خوشگلن. من واقعا این 100 فرانکی ها هم خیلی دوست دارم، خیلی خوشگلن. بعد عکساشون رو بعداً واسهتون میذاریم مثلا قبلا یه جوری نبود دقیقاً دوست چی داره. عکس آدما بود، عکس نمیدونم پروفسور. آره یکم قبلا آره روش مثلا یه عکس آدمم بود، ولی به خاطر این نویترال بی‌طرف بودن سوئیس این شکلیه که مثلا همه عکسای آدما رو پاک کردن. مثلا می‌بینید دیگه مثلا عکس اینجا 2 تا دست روش که این شکلی، یعنی داره آب میده به یکی، یعنی داره کمک میکنه. خلاصه عکساشون رو میذاریم بعد میتونید ببینید دیگه. بعد میرسیم به 50ایش. اینم همون شکلیه، انگار یه دونه از این قاصدک‌ها داره مثلا میده به یکی. 50هاش هم خوشگله سبزه. بعد 20 داریم، 10 داریم. بعد از اون میشه دیگه سکه‌های 5 فرانکی، سکه‌های 2 فرانکی، سکه‌های 1 فرانکی، نیم فرانکی. بعد از فرانک ما کوچیکش مثل اروپا نیستیم که سنت داشته باشیم. ما راپن داریم، 20 راپنی، 10 راپنی و 5 راپنی. ولی 5 راپنی ها اونقدر جواب نیست. 5 فرانکی مثلا اینکه ازش زیاد استفاده ای نمیشه کرد مثلا. ولی بالاخره بازم یه جایی خورد. یه جایی آره مثلا آدم حواسش نیست، مثلا یه چیزی که میخره یه 5 راپن هم میاد اون موقع بعد 5 راپن رو بری، ولی خیلی کم میشه. یعنی منظور این که میری فروشگاه خرید میکنی مثلا میشه مثلا 100 فرانک و 180 فرانک و 95 راپن. اونو میاره پایین مثلا میکنه 90 که بتونی راحت‌تر پرداخت کنی. بعد یا اینکه مثلا اگه یه 200 بهش بدی خب اونو باز مثلا اون 5 راپنی رو بهت میده، ولی اگه نداشته باشی اونم یعنی اوکی میاره واسه پایین که بتونی سرراست استفاده کنی. آره خلاصه سکه‌هاش هم باحال دیگه، نمیدونم اسکناسش هم که دیگه دیدید خیلی باحاله. فرق مثلا میگم این مثلا فرق این 100 فرانکی با یه 100 یورویی مثلا اینه که یه 100 یورویی رو کسی که تو آلمانه میتونه با 105 106 یورو الان بخره
تقریبا فرقشون یه چند سنته به آلمانی بخوام بگم، یا چند راپنه به فرق یورو و فرانک. این فقط فرق یورو و فرانکه. بعد بخوام اینو در مورد پول ایران بگیم و پول کشورهای دیگه، کلی فرق داره. حالا باز میرسیم. حالا سر کوالیتی، مثلا من الان یه $20 دستمه، کیفیت. این سر کیفیت یه کاغذ خالیه، یعنی این راحت میشه پاره بشه و این چیزا، ولی اینا خیلی خوشگلن. یعنی کیفیت این قشنگ، این معلومه این بیشتر جون داره اون یکی. سر همین کلی دراماست تو آمریکا. میدونی این یه کسی بود، یه اسمش حالا نمیدونم، ولی یه رئیس جمهوریه که مثلا اون موقع که بردهداری میکردن و اینا، بعد میگفتن که دقیقاً همین، میگفتید که آره بردهداری اوکی و فلان و اینا. بعد خیلی ها میخوام بگن که بیار عکسای آدما رو برداریم از روی پولا، از روی دلارا. خیلی ها میگن بذاریم اونایی که برده بودن مثلا. به نظرم این خیلی بهتره، اینکه یه چیزی همینجوری بذاری رو پولا، یه چیزی که فکرم توش باشه، ولی این که طرف بردهداری میکرده، یعنی موافق بوده با بردهداری، بعد عکسش هم گذاشتن رو پولا، هنوزم داره این چاپ میشه. نمیدونم، به نظرم باحال نیست. برسیم به 50 یورویی، خیلی بزرگ، خیلی زشت، خیلی کیفیت بد. این کیفیتش از دلار هم بدتره. اینکه رنگاش زشته، اصلا خوشم نمیاد. نه که بخوام بگم اروپا نمیدونم این شکلیه اون شکلیه، ولی خب سوئیس فرق میکنه دیگه. سوئیس کیفیت پولش خیلی بالاتره. بعد اینا مثلا 5 دقیقه پیش سجاد از من میپرسید این چی هست. این یوروییه که هیچ قیمتی نداره. سر همین با هم دیگه بحثمون شد. این یه یوروییه که هیچ قیمتی نداره، یعنی نمیشه خرجش کرد، ولی 3 یورو قیمتشه. این یه یورو توریستیه که میشه از خیلی جای آلمان گرفت. یعنی مثلا یه دونه آره یه دونه دستگاه خودپردازی گذاشتن، آره، بعد 3 یورو میندازی توش، یه دونه این هیچیا بهت میده. آره. بعد اینکه مثلا آره دیگه توریستی، مثلا من برلین رفته بودم، اینو گرفتم که حالا دیگه واسه خوشگلیش همیشه. یه دونه 100 تومانی داریم اینجا، یادش بخیر، 100 تومانی ایرانی. و خلاصه با این الان چی میشه گرفت؟ میشه اصلا چیزی گرفت؟ به نظرم هیچ. فکر کنم با 100 تا این میشه چقدر؟ 100 تا میشه 10,000 تومان. 10,000 تومان میشه. 10,000 تومان. 10,000 تومان چرا الان بستنی که 2 تا وسط تا بستنی با این دیگه فکر نکنم چیزی، چون من یادمه با این باز یه چیزایی میشد گرفت. نمیدونم یه آلوچه‌هایی بود کوچولو، البته اون موقع من بچه بودم. آلوچه نمیدونم یه چیزایی بود اسمش یخمک بود. بعد آدامس و اینا میشد گرفت. الان شنیدم که دیگه با اینا چی نمیشه گرفت، اصلا نمیدونم هست هنوز یا نه. خلاصه اینکه از این پولام هست، اینا بیشتر پولای اروپایی خیلی رنگ مثلا بنفش‌طور داخلش داره. بعد مثلا مال رومانیا هست اینجا، مال کوسوو هست اینجا، بعد مال صربستان هست، مال یکی چی بود اسمش؟ این پول کجاست؟ مال نروژ. ها این پول نروژ چه سیبیلی داره طرف؟ این پول لهستانه. ها آره لهستان. یکی اینا مال نروژ بود، نمیدونم الان خلاص چی میگم، پول هلند نمیدونم چی میگم، یادم رفته، ولی حالا فرقی هم نمیکنه. آره دیگه این پولا رو آوردیم مثلا ببینید چجوریه فلان و اینا. بعد میتونیم در مورد سلوت میگن، سلوت آره هم چیزی. بعد در مورد پول بیشتر که بخوام حرف بزنیم، سوئدنه به نظرم. سوئد چی میگن بهش؟ کرون میگن فکر کنم. آره به نظرم اون کرونه. خلاصه یعنی منظورم اینه که اینا هیچ کدومشون این چیه دیگه؟ این که پلاستیک هستن. اینا حتی خودم نمیدونم چقدر هست. بالاخره سر این سفرهایی که رفتیم و این چیزا اینا به وجود اومده دیگه. من بیشتر موقع هر جا که میرم، تو قسمت اولم گفتم که سفر زیاد میرم دیگه. بعد پول فقط 10,000 سوئیس. مثلا از هر جا که میرم میخورده یه دونه از اون پولایی که مثلا رایج کشوره برمی‌دارم با خودم میارم. عادت خوبی. بالاخره مثلا میتونم بگم من اینجا بودم اونجا بودم. آره یه خورده باحاله، مثلا همیشه تو کیفم هست، میتونم همه رو ببینم، خیلی باحاله. الان مثلا پولا رو نشونتون دادیم. بعد چی بخوام بگم دیگه در مورد پول؟ مثلا بخوای بری آلمان با 100 یورو چیکار میتونی بکنی؟ کارگر معمولی تو آلمان مثلا
خیلی که خوب در میاره مثلا 1800 تا 2000. بعد این پول خوبیه که آدم میتونه در بیاره واسه کارگر معمولی. بعد این شکلیه که خب ببین وقتی مثلا تو 1800 تا در میاری 100 یورو واسه خیلیه. خب این شکلیه که مثلا با اون 100 یورو مثلا نصف خریدای ماهانت رو میتونی باهاش انجام بدی، چون 100 یورو الان واقعا خیلی زیاده به نظر من. یعنی این شکلی فکر می‌کنم. چرا این شکلی فکر می‌کنم؟ چون به خاطر اینکه البته الان سوئیس رو نمیشه باهاش مقایسه کرد. بخوای بری فروشگاه بیای بیرون 100 فرانک خرج کردی. باید جلو خودتو بگیری مثلا زیاد خرج نکنی اگه می‌خوای پول نگه داری واسه خودت. ولی راحت بری مغازه بیای بیرون میشه 100 فرانک. بعد 5 بار این کارو کنی راحت شده 500 فرانک در بدون این که حتی مثلا خریدای اصلی رو کرده باشی. ولی معمولا خریدای اصلی آدم یه بار انجام میده، مثلا میشه چه میدونم ماهی مثلا تا 500 فرانک هم هست که باید خریدای اصلی رو انجام بدی، ولی کمتر هم میشه. پول خرید داره زیاد میشه یهویی حواست نباشه تو سوئیس. البته از یه طرف دیگه بخوام حساب کنیم پولی که در میاریم پول خوبیه نسبت به بودن توی سوئیس، پول خوبی در میاریم. ولی اگه بازم مواظب نباشی بری مثلا میگی شب این بارو برم، شب این کارو کنم با رفیقام، شب اون کارو کنم، باید بالاخره حواست هم باشه مثل همه جای دیگه. ولی اونی که تو سوئیس زندگی میکنه و کار خوبی هم داره وقتی که بیرون از سوئیس میره اصلا اشغال به راست دیگه. چون همه جا بیشتر جاها اون تورمه که وسط پولا هست واسه سوئیس چون خیلی پایینه تورمش، هر جا دیگه میریم پولمون مثلا ارزشش بیشتره. مثلا ما با 100 یورو تو آلمان میتونیم کلی کار کنیم، همونجوری که الان سعید گفت مثلا میگه نصف خریدای ما حتی، یا مثلا ما میگیریم مثلا 2 هفته نصف خریدای 2 هفته رو مثلا من بخوام بگم مثلا با 100 فرانک یه چیزی نیست، مثلا یه هفته است، شاید یه هفته بشه برام. حالا دیگه خوش به حالمون اینه که مثلا بریم یا مثلا یا آلمانی بریم یا اسپانیایی بریم فرانسه جایی بریم با اون 100 یورو ما خیلی کارا میتونیم بکنیم. یه اشغال میتونیم بکنیم، اشغال به راه و فلان و اینا. یکی که باز از آلمان پاشه بیاد مثلا یه رفیق چیزی پاشه بیاد اون چون 100 یورو براش اونجا زیاده حال میکنه به اون 100 یورو مثلا اینو بخر اونو بخر، میاد اینجا اون 100 یورو رو که میخواد خرج کنه اولش که اون 100 یورو میشه تقریبا 95 فرانک، یعنی 100 فرانک هم باز نمیشه، تقریبا میشه 94 95 فرانک. با اونم کار خاصی نمیتونی بکنی. یعنی اگه مثلا میگیم بخواد یه روز بره اینور اونور همون یه روزش هم شاید نشه، چون پول قطار مثلا باید بده اگه با ماشین نباشی. پول قطارت میشه اگه بخوای مثلا دقیقاً پول قطار مثلا با ماشین نیای هم فقط همون قد میدی پول قطاره. ولی که آره دیگه مثلا 100 فرانک ما قدرتش خیلی بالاتره، 2 بار غذا بخوریم این شکلیه که ما بیرون بریم ما کمتر خرج میکنیم به خاطر اینکه همه جا ارزون‌تره، ولی اونا بیان نمیشه. مثلا من اینو خودم دیدم که یه دوستی داشتم قبلا اومده بود از آلمان، بعد رفتیم مثلا مغازه که رفتیم نمیدونم می‌خواستیم یه کیکی چیزی بخریم یادم نیست دقیقاً، خلاصه یه چیزی بود اینقدر کوچولو بود، بعد 6 فرانک قیمتش بود. گفتم بیا آره بیا اینو بگیریم حالا که ما می‌خوایم بگیریم. گفت نه این خیلی قیمتش بالاست و نمیدونم واسه چی من باید 6 فرانک قیمت بدم. گفتم این تازه ارزونمونه، این تازه یعنی خوبمونه این که مثلا 6 فرانک قیمت یه دونه کیک کوچولو. مثلا منظورم اینه که قیمت پایین‌تر هم هست، آدم نباید مثلا بره وقتی پولشو نداره بهترین چیزو بگیره، آدم باید مثلا یه خورده نگاه هم بکنه. ولی منظور اینه که یکی از اون ور بلند شه بیاد اینجا فرق نمیکنه از داخل اروپا. ما اینجا مثلا خیلیا همون شکلی هم میگن آدم یه بار میاد سوئیس همه پولشو خرج میکنه. یعنی اینجا ما میدونیم توریستی که میاد اینجا میخواد پول خرج کنه، به خاطر اینکه معمولا آدم یه بار بلند میشه میاد سوئیس، به خاطر اینکه گرونه. مثلا این 95 تا میتونی به زور یه هتل خیلی خیلی مثلا چه شکلی بهت بگم حالا 2 3 تا نمیدونم، به نظر ما اصلا هتل 2 ستاره نداریم، با یه 100 فرانکی یه شب میشه شاید به زور میشه یه شب پیدا کرد. ولی هتلی که مثلا یه جا تو ناکجاواد و یه خورده قیمت پایین‌تر، یعنی مثلا اینکه ولی با 100 یورو راحت میتونی یه هفته هتل پیدا کنی تو آلمان. یعنی میشه این کار کرد. ولی تو سوئیس با اون 100 فرانک اگه بتونی یه جای خوبی مثلا حالا بشه نشه 100 فرانک شبی اونم بتونی یه شب داخل هتل. میگم که من سفر زیاد میرم فروشگاه نگاه میکنم یه چی بهت بگم، یه دونه پفک کوچولو یا یه دونه چه شکلی بهت بگم، یه دونه مثلا لوازمای خونه، یه دونه گلدون کوچولو که اینجا قیمتش، من یه گلدون خریدم
آخری روز مثلا سر کارم من اینو کاکتوس دارم سر کار، بعد گلدونش رو خواستم عوض کنم، بعد گلدون رفتم عوض کردم، یعنی اینقدر گلدون قیمتش 6 فرانک شد. گلدون خوشگلی، گلدون سیاهی، چون رنگش سیاه می‌خواستم، یه گلدون خیلی خوشگل و جمع و جور کوچولو، اینقدر گلدون 6 فرانک قیمتش. ولی همون گلدون، همون کیفیت رو بخوای مثلا از آلمان بگیری، تهش 2 یورو بابتش پرداخت، مگر اینکه مثلا بری از فروشگاه‌های بهتری بگیری. مثلا تو آلمان این اختلاف طبقاتی خیلی بیشتر به چشم میاد که مثلا از چه مغازه‌ای میری خرید می‌کنی. مثلا مغازه‌هایی هستن که کل اجناسش هر چی که داشته باشه از 20 یورو به بالا نمیره، ولی سوئیس مثلا این شکلی نیست. سوئیس تو همون مغازه‌ای که هست جنس پایین داره، جنس بالا داره. آره این شکلی همه جا تقریبا مثل فرهنگ قبلنای ایرانی که این شکلی بوده که یه آدم معمولی میخواد بره مغازه باید بتونه یه چیزی از اون مغازه بخره، این شکلی نباشه که قیمتش تا انقدر بالا باشه که هیچی نتونی بخری. سوئیس اینجا همین شکلیه که مثلا بهترین فروشگاهاش میتونی بری داخل راحت میتونی خرید رو بکنی. دقیقاً. آره مخصوصا الان مثلا مواد خوراکی رو داریم، مثلا میگیم منظورمون لباس اینا نیست، ولی این در مورد لباس اینا هم صرف می‌کنن. حالا مثلا نه اینکه بری بالنسیاگا بگیری یا ویتون بگیری، ولی کلا هر جا بری هر پولی که در بیاری، یعنی مینیمم ویج هم که در بیاری، پول ماهانه‌ای که نرمال هم باشه، باز میتونی هر فروشگاه مواد غذایی بری، از همه جا میتونی هر چیزی بگیری. آره اینجوری نیست که اینی که ریچ باشه میره اینجا، پولدار باشه میره اینور، نمیدونم فقیره میره اینور، این شکلی نیست تقریبا. ببین مثلا فروشگاه آلدی داخل آلمان هم هست. آلدی تقریبا همه جای اروپا هست، ولی مثلا آلدی ما جنساش خیلی فرق میکنه تا خود آلدی مثلا آلمان. مثلا ما اینجا بیشتر جنساش با همون کیفیت سوئیسی هست. مثلا مثلا ساندویچ های روزانه که فروخته میشه اونا رو دیگه از آلمان بر نمیدارن بیارن، یعنی مثلا با کیفیت خود سوئیسی میفروشن. بیشتر مواد غذایی. آره بیشتر مواد غذایی. آره ما در مورد مواد غذایی الان صحبت کردیم دیگه. ببین مثلا آره خیلیا ما زیاد فروشگاه البته نداریم، یه دونه کوب داریم، یه دونه میگرو داریم که میگروس نوشته میشه، میگرو خونده میشه. بعد آلدی داریم، دنر داریم، لیدل داریم. بعد مثلا تو میگرو مثلا شکلی که هر مغازه‌ای هم هر مارکی هم قانون خودشو داره. مثلا تو میگرو شراب نمیتونی بخری، اصلا الکل کلا نمیتونی بخری، سیگار نمیتونی بخری، نه که نتونی بخری، نیست که بخری، ولی در عوضش دنر کلا، یعنی دنر رو آوردن واسه همین، چون از میگرو چیزی نمیشه خرید. کنار هر میگرو یه دونه دنر هم هست که راحت بتونی خریدای الکلی رو، سیگار رو مثلا از اونجا بگیری. ولی مثلا از کوب همه چی میشه گرفت. ولی کوب یه قانونی داره، آلدی بعد از 16 سال به بعد میتونستی آبجو بگیری و شراب، ولی مثلا تو کوب فقط بالای 18 سال تو کوب هیچ چی بهت نمیده. ولی اینجا کلا قانونا، حالا رفتیم داخل تمای دیگه، داخل موضوع دیگه، اینجا از 16 سال به بعد میتونی شراب بخوری، میتونی آبجو بخوری، بعد از 18 سال به بعد دیگه همه چی رو میتونی بخوری. اگه دوست داشتید در مورد الکل هم ازمون سوال بپرسید، میتونیم واسهتون حتی میتونیم یه قسمت درست کنیم در مورد الکل. آره چند تاش به گیشه بیاریم تستشون کنیم واسهتون. خلاصه نه نمیخوام مس کنیم توی قسمت، ولی آره میتونیم توضیح بدیم و اینا. آره دیگه. خب این قسمت پول برای چی دیگه میاد تو ذهنت؟ مثلا بخوایم بگیم که مثلا طرف بخواد بدونه الان در مورد حقوق یه کارگر معمولی، اینجا کارگر معمولی تو سوئیس 4200 بروتو، یعنی 4200 یعنی مثلا 4200 میگیری با مالیات و همه اینا که بره کنار اینا، تو 800 واسط میگیری. تو 800. ولی یه کارگر مثلا معمولی که هیچی نداره، هیچ کاری نکنه، مثلا یه آسپیدون یا دوره کارآموزی به فارسی، حالا دوره کارآموزی نرفته ولی میتونه اینقدر کار کنه. بعد این شکلیه که به این میرسیم به همون نقطه اولی که من گفتم، مثلا 3800 تا داری کار میکنید، 3800 تا چقدر میشه؟ تقریبا میشه 200 میلیون. مثلا داری یه کارگر معمولی 200 میلیون داره کار میکنه. خب ولی این شکلیه که آره میتونه به یکی بگه مثلا بگه من 200 میلیون به پول ایران کار میکنم، ولی تو خود سوئیس تو باید کرایه خونه رو بدی، کرایه چیز بیمه رو باید بدی، چیز نرمالشه دیگه کفش، پول بیمه، پول ماشین، پول برق، پول آب،
پول تلویزیون، یعنی این همه رو باید بدی. آره تا یه چیزی واسه دون، یعنی این یه قبضا اینجا هست باور نمی‌کنی. حالا اونم باز قسمت داره، میتونیم در مورد صحبت کنیم، ولی حالا یعنی هر چیزی که خودتونم دوست اینجوری داشتید نیست که پولو در میاری. آره دیگه برو اشغال، نه کرای خونه مهمترین چیز، بعد قبضات، بعد نمیدونم بیمه و اینا. ولی فعلا میخوایم مثلا در مورد چیزایی صحبت کنیم که هم جنجالیه، هم مثلا طرف میخواد واقعا بدونه، نمیخواد بدونه حاجی تو چقدر پول بیمه میدید، اصلا به کسی چه ربطی داره، حال نمیکنه. طرف میخواد بدونه واقعا یه حقوق نرمال چقدره، چجوری میتونه یه کار راحتی را بندازه مثلا فلان اینا. ولی پول سوئیس یکی از قوی ترینا، اگه قوی ترین نباشه به نظر من قوی ترینه. ولی خب تو اروپا رو منظورمه. همین چند هفته پیش رفته بودیم بارسلونا و اینا، میری اونجا یکی دو هفته هستی و اشغال و اینا، بعد که میای سوئیس کیفیت زندگی رو، کیفیت پول رو که اینجا حس می‌کنی میفهمی اصلا چی به چیه. درسته ما میگیم اینجا خوشگله، اینجا اروپا خوشگله، سوئیس این شکلیه، خیلی هستن منتقدن، اصلا میگن که آره سوئیس شکلیه، سوئیس این شکلیه. هر چقدر که ما بد بگیم، خوب بگیم، فلان بگیم، سوئیس با همه جای اروپا فرق میکنه. خلاصه اینکه کیفیت زندگی داخل سوئیس خیلی خوبه، نه که بخوایم مثلا تبلیغ سوئیس رو بکنیم. این شکلیه که خیلیا، من بعضی وقتا اگه برنامه مثلا مینی چت رو بشناسید، این شکلیه که کسی رو نمیشناسی میتونی تصویری باهاش صحبت کنی. بعد من سرور ایران رو دارم، خیلی به خیلیا که میگم سوئیس هم میگن واه چه کشور خوبی زندگی میکنی، اینا دوباره برمیگردیم به همون نقطه اول که هر سکه پشت رو داره دیگه. ما بهتون گفتم قسمت اولم که اینجا میگن هر مدال پشت رو داره، بالاخره خوبی بدیای خودشو داره دیگه. در مورد همین حقوق که مثلا صحبت کردیم، حقوقای اینجا خب درست بالاتره. خیلیا از خود سوئیس میرن بیرون خرید میکنن. این شکلیه که مثلا یکی که لب مرز بشینه که 100% میره بیرون خرید میکنه. چرا؟ چون آلمان ارزونتر از سوئیسه. پایین ایتالیا که زندگی میکنه، لب مرز زندگی میکنه، لب مرزی نداریم ما اینجا، یعنی مرزش این شکلی دیوار کشیده باشه، یعنی هیچی نیست، میتونی راحت بری اون ور دیگه. یعنی از اینجا بلند میشی میری اون ور، از اون مغازه خرید میکنی، اون مغازه از اون تر میره تا این مغازه، میدونی. به خاطر همین همیشه یه مشکل کوچولو لب مرز هست، هیچ کسی نمیره فروشگاه سوئیسی لب مرزی بزنه، چون همه میرن اون ور مرز خرید میکنن. هیچ کسی نمیره لب مرزی به خاطر از فروشگاه خرید کنه، چون ارزون‌تره. آره اینجوریه که یعنی خیلیا واقعا خیلیا نیستن، بعضیا این کارو میکنن. آره ولی جریمه‌های سنگینی هم داره اگه مثلا چیز زیاد بیاری. الان من تازه شنیدم باز بیشترش هم کردن، مثلا هر جریمه رو بیشتر کردن، ولی به هر نفری میتونی چیزی گذاشتن، میتونی مثلا فقط 150 فرانک 300 فرانک بود قبلا، الان تازگی‌ها از سال جدید فقط 150 فرانک نفری میتونی خرید بیاری داخل سوئیس. بعد گوشت هم مثلا چیزای گوشت میتونی فقط نفری 1 کیلو بیاری. یعنی مثلا من 4 نفر بلندشم بخوام برم آلمان 4 کیلو گوشت با خودم میتونم بیارم. چرا میگم 4 کیلو گوشت؟ به خاطر اینکه گوشت تو آلمان خیلی 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 ارزون‌تر از نسبت به داخل سوئیس. نفری 150 فرانک خرید این شکلیه که مثلا چه میدونم گلدون میخری، نمیدونم مواد غذایی میگیری، هر چیزی که بگیری فقط اجازه داری نفری تا سقف 150. این شکلی هم نیست که بگی آره من مامانم خونه است 150 یعنی 300 فرانک خرید کردم دیگه اینجا نداریم، 300 یورو خرید کردم، 150 تاش واسه مامانمه که داخل خونه است. حتی اوکی مامان داخل خونه است، ولی تو تنها رفتی تنها اومدی، اجازه نداری واسه یکی دیگه خرید کنی. خب چیزی که هست مثلا خیلیا میرن چیز میکنن دیگه، خیلیا حالا من میگم تو میگی نه، ولی واقعا خیلیا میرن از بیرون خرید میکنن به خاطر اینکه خیلیا اونایی که سوئیسی رو منظورت نیست دیگه، خود یه سوئیسی این کارو نمیکنه به نظرم، نسبت به بقیه کمتر. ولی این شکلیه که به خاطر اینکه مثلا من میخوام برم خرید بکنم، یه خرید ماهانه کوچولو میخوام انجام بدم، مثلا خرید نصف ماهم میخوام انجام بدم. من خرید نصف ماهم انجام بدم یعنی راحت تا 300 فرانک رو من باید خرج کنم. خرید نصف ماهمو یعنی مثلا بخوام جنس مثلا بهتر بگیرم، وگرنه کمترم میشه، ولی مثلا یه جنسای بهتری بگیرم چون من راحت‌تر میخوام زندگی کنم نسبت مثلا 300 فرانک واسه نصف ماه، کلا میشه 600 فرانک در ماه تا 1000 فرانک آدم فقط به خاطر خرجش. این 300 فرانک رو راحت میتونی نصفش کنی اگه از آلمان خرید کنی، اگه از ایتالیا خرید. نمیدونم چرا ولی
فرانسه خود گرونتره. بعد آره دیگه، چون نزدیکترین کشور باز مثلا اتریش هم گرونتره، یعنی اتریش زیاد فرقی نمیکنه با اینجا، ولی مثلا آلمان و ایتالیا خیلی ارزان‌ترن، یعنی راحت آدم میتونه بره اونور خرید کنه. چون آلمان نزدیکتره نسبت به ما الان سمت برن که زندگی میکنیم، نسبت بهمون آلمان و ایتالیا نزدیکترن، یعنی بخوایم جای دیگه بریم حتی نمی‌صرفه. مثلا حتی فرانسه هم نزدیکه، ولی خب فرانسه خود قیمتاش بالاتره. ولی بازم اگه بخوایم اون 300 فرانکه رو از اینجا خرید کنیم، میتونیم از مثلا فرانسه 250 200 یعنی بازم میاد پایین‌تر، نه که اونقدر بالا باشه. اگه چیزی اشتباه گفتیم یا نفهمیدیم یا یه کلمه یه چیزی اشتباه گفتیم، باز شما با ما بگید، میتونید اصلا هیت بدید، مشکل نیست، چون ما پرفکت نیستیم، همه چی رو کامل نمیدونیم. سعید هم که به نظرم خیلی چیزا رو کامل نمیدونه، ولی میگه ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، واسه همین این پادکست رو درست کردیم، به خاطر اینکه بهتون چیزای روزمرگی داخل سوئیس رو بگیم. کم کم میتونیم اگه واقعا کامنت ها زیاد باشه میتونیم مثلا با ماشین بریم بیرون، یکم جاده رو بهتون نشون بدیم. اون کلبه‌ای که مثلا اول گفتیم ببریمتون کلبه‌مون، یه خورده کلبه رو بهتون نشون بدیم، خورده جای دیگر بهتون نشون بدیم، بیرون نشون بدیم. این کنار آتیش، این چیزایی که روزمرگیایی که اونور میشنوید، وای سوئیس چقدر سریع میتونی این کارو کنی اون کارو کنی، که این چیزای این فیلتره برداشته شه از این جلو. چون مثلا من خودم دیدم به چشمای خودم، پسر 2 روزه رفته بوده کار پرستاری، عکس گرفته گفته من دکترم، من اینا رو دیدم، بعد من پیش خودم میشکفته بودم. مرسی که نگاهمون کردیم، صدامون رو شنیدید، ببخشید مرسی که دنبالمون میکنید. هر چی میخواید بگید تو کامنت ها، خوش بدید، اصلا اینو خوش بدید، آفرین، ولی منو خوش هر چیزی که من خوش ندید دیگه، ولی منظور این که مثلا میخواید یه چیزی بهمون بگید، یه چیزی کمه، یه چیزی زیاده، چرت و پرت اگه میگیم اینا رو بگید بهمون که بهتر بشیم دیگه. بدونیم یه چیزای کمه، کیفیت دوربین، نور، فلان، اینا کم کم به مرور زمان درست میشه دیگه. هم در مورد مشکلات و روزمرگی صحبت، یه چیزایی میخوام واقعیت، یعنی اونقدر آره این نوره اینقدر مهم نیست، ولی ما سعی میکنیم که درست. حالا شما نظر بدید که ما دقیقاً بیشتر میخوایم در مورد واقعیت‌های سوئیس حرف بزنیم. آره بابا، کست سوئیسی و ما چیکار میکنیم و اینا. حالا ما بیرون رفتیم ولاگی نگرفتیم، باز اونها رو هم براتون میذاریم، ولی فعلا مرسی که دنبالمون میکنید دیگه. اسم من سجاده، سجکس میگن، سی جی میگن، خیلی چیزا بهم میگن. حالا منم سعیدم. یادتون نره اینستای ما رو هم فالو کنید، اینستامون هم میذاریم. آره سابسکرایب کنید، سابسکرایب رو بزنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید که ما بتونیم بیشتر باهاتون حرف بزنیم، انرژی بگیریم. بعد اینکه مرسی ما رو گوش میکنید. خداحافظ. بای بای. خداحافظی.